هر چیزی که من میگویم برای این گوش در کار. این گوشایی که بعضت خوابن این خیلی گوش نه، ولی بعضت خوابی را بید. برادرت نخواهم این صحبت ما چنان صحبتی باشد که بعضت را خواب برد. حضرت اشاره دارد گوش باید که بشنود این را. برای آن چیزی که من بیان میکنم برای این گوش کننده در کار، برای این گوش در کار که توفیق داشته باشد، گوش در کار که محبت و ایمانداری او به سوی خدا یقین باشد. این خیلی گوش در کار. گوشی سر با جمله حیوان همدم است، گوشی دل مخصوص نسل آدم است. با گوشی دل گوش کردن در کار. دادرای عزیز، این سخنها بسیار سخنهای نایابند و بسیار این نشست ما یک فرصت غنیمت است. برادر، تا جمعه آینده نامعلوم این منبر در کی است، یا ما در کدام قیدیم، یا تا جمعه آینده شما کیین و چی میشوین. هر یک حالت ما غنیمت است. دادر عزیز، فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری. حضرت میگفت فرصت عمر عزیز است، عزیزش دارید. هر نفس گوهری نایاب، تو ارزان مفروش. این نشست شما دادرا بسیار قیمت است، این ارزان نفروش. این خیالت تو حاضر از دکاندار باشی، خیالت از دکان جمع کو، تصور که تو در مسجدی. یا اگر یگان مشغولیت های دیگری داشته باشین، شما تصور کنید که در کوچه نیستین، شما در مسجدین و شما یک ساعت الحمدلله رب العالمین که سخنی از قرآن از حدیث رسول گوش میکنین. این غنیمت شمارین. دادر عزیز، گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. حضرت میگفت برای آن چیزی که من بیان میکنم فقط گوش در کار و آدم در کار که غم جانش میخوردگی باشد، آدمی با اندیشه باشد، آدمی باشد که اینجا ایستاده اونجا را آباد میکردگی باشد. در اینجا کار، برادر عزیز، در اینجا کار، در آنجا نخل بردار. شوی تا سرفراز از فضل غفار، که این رنج تو آخر گنج دارد، با یک احسان عطا 2 دارد. تو امروز زبان تا رنج میکشی، دروغ نمیگویی، رنج ها میکشی، عذاب میکشی، ولی اینا گنج دارن. دادر عزیز، راستی را بزرگان میفتن، راستی را زوال نیست. براست گفتن آدم خار نمیشود، براست گفتن آدم قدر و قیمتش پست نمیشود. افسوس که ما برادرای عزیز، من قبلا یک صحبت خانه داشتم، بعضی یار رفیقا بودن. افسوس که امروز وجودای ما و شما چنان وجودای گویم همین تا دلهای پر از غفلت شده است. ببینین وجودای ما و شما چنان در یک زیر چنگال شیطان زده است که در یک کارهای ما حرکت کننده ایم، در یک کارهای ما غمخوار هستیم که به نام خدا انسان در تعجب می آرد. ولی بعضی برادران میگویند وقتی که کماند ایتالیا بای داد من خیلی گریه کردم. ما گریه نمیکنیم که روز دراز دروغ میگیم، پیش خدا چی جواب میگیم؟